خسته نباشی بیاد. و علیکم السلام. زنده و سلامت. خوب هستی؟ چطور هستی؟ شکر از فضل خدای پاک. از خوب هستی؟ شکر زنده باشی. خوب مانده شدی؟ والا تمرین است دیگه. طبعا خسته میشدم. زحمت میکشی؟ زحمت میکشیم دیگه. همه نرمش یا از خودش انسان خسته میشه. طبعا دیگه تمرین کردیم خسته شدیم. خوب گفت است ماشاءالله. اسم شما چیست؟ اسمم عمرزای است. تخلص مقبره است. مدت 8 سال میشه که تمرین مبارزات آزاد پیش میبرم. 8 سال شد. 8 سال چند مسابقه دارین؟ 8 سال ماشاءالله 22 مسابقه کردیم. 22 مسابقه کردین. چند تاشو بردی؟ 21 دانش بردیم، یک دانش باختیم. اونو کم دیگه تمرینات پالونیم رسیدگی نمیتونستم که یکش باختیم. ماشاءالله خوب است. 21 دانه بردی. کم گپ نیست. یک دانه خیر بخوام میاد. او خوب خیلی گرفته است دیگه. یک فایتر که باید از باخت قبول داشته باشه، هر کسی که زحمت بکشه همون میبره. تو نیست که تو بگی که ما باید از برده برم اتخ نمیشه. همون حریف تام کس تمام زحمت میکشه. سکال شما چطور است؟ در پالونی پیش میاد یا در بوکس؟ والا ماشاءالله دیگه تمرینات خود ثقیل پیش رفته میریم. تا فعلا دیگه هم در بوکس هم خوب شده، هم در پالونی، هم در جیسوی، هم در گیرومند، دیگه در کلش ماشاءالله خوب شده. مبارزات آزاد نمیره میگه. مبارزات آزاد یعنی فری با مانای آزاد فایت شما چند در بوکس است. پیش از اینکه با مسابقات برین چقدر تمرین میکنین؟ در مدت یک ماه، 2 ماه، 2 ماه طبعا در رژیم می باشیم دیگه. همه که انرژی می داشته باشه که در تمرین یا مصرف میکنیم دیگه، کم انرژی می باشیم. سفرهای خارجی داشتی؟ نه خیر. ولایتی داشتیم. با کدام ولایت رفتین؟ ولایت های مزار شریف رفتیم، بامیان رفتیم، و جلال آباد هم رفتیم. دیگه تمرینات ادامه داره. مسابقه خارجی را زیر نظر گرفتیم. وزارت داخله خودشون اومدن اینجا ما را تمرین ما را دیده و دیگه ما را جوره کرده که خارجی ها تاریخ فایت معلوم نیست. البته شاید کاتیرانیا بشه یا تاجیکستانی. ان شاء الله با امید پیروزی. قربانت خیلی نیست. زنده سلام. یک سوال شخصی میکردم. آرزو کنه کردین؟ نه خیر. چرا؟ زن داشته باشی با تمرینات نمیرسی دیگه. مجبور هستی که کار کنی با اولادت نان بیاری. مجبور دیگه باز بود دیگه نانآور میشه و نانآور کسی دیگه تمرین یا خسارت میزنه تیر دیگه نمیشه تمرین کنی یا در روز دیگه اگر تمرین هم به خسته و پسته یک جای کار میکنی یا وظیفه می داشته باشی دیگه اگر تمرین هم به برای تمرین تو خوشایند نمیباشی. چطور است تمرینات بچه‌ها؟ والا کلش ماشاءالله قید هستند دیگه. مسابقه‌شون هم بود، امروز هم فایت داشتن و یک هفته کنیم هفته پیش ماشاءالله 11 جوره بود که 11 شون برده بود. ماشاءالله کلش تیار تکلا شد. یعنی خوب زحمتی است. ماشاءالله کلشون عرق میریزن تا که زحمت‌های خود به دست بیاد. استاد گفت که این بازار آزاد کسی کمی خشن است. البته این خشن است به خاطر چی که آزاد است. اگر مشت بخوره در روی جایش پاره میشه، او را اگر بودی یا بگی حالت اولی برگرده اون نمیشه. به خاطر خشن است که باید از قیافت خراب باشه و خطرناک باشه. یک رقم احتمال میشه که اگر قیافت یک ذره خراب شد تو بگی تمرین مایلا کنم به او گپ نیست. فقط خشن به می است که یک ذره قیافت تغییر بده، دان دندانت کلش پیدا میشه، گوشای کلش در این خاطر خشن است. بعضی مردم ها میگن خشن است و قدر خشن هم نیست. بیاید یک پیدا ببینید تمرین رو ببینید میگه خشن نیست که مردم میگه. خب بازم باید زحمت بکشه کرد. ان شاء الله زحمت بکش، ان شاء الله از خشن چیزا میمونه. دیگه او که تمرین کنی یک سال تیر شو باز خشن یایش نمیشی. با خودت معلوم میشه که ما چقدر حالا آماده شدیم با فایت. هر چقدر که مشت بخوری او بی‌فایده است در تو، به خاطر که تیار شدی. خب عمرزای عزیز از دستاوردت و از قهرمانیت قصه کن. قهرمانی‌ها زیاد است. تقریبا 22 مسابقه کردیم و یک باغ داریم. 21 پیروزی را از آن خود کردیم که 3 کمربند است و دارای کپ و مدال و سرتیفیکت‌های زیاد است. بسیار خوب قهرمان ما هستیم. و در این رشته الگویت کیست و کدام ورزشکار و کدام فایتر زیاد دوست داری و میخوای به سطح کدام فایتر برسی؟ یکی هست که مرا بسیار خوشم فایتر خارجی است، برازیلی است، چارلز آلویرا که میخوایم که در سطح از او انشالله که در سطح چارلز آلویرا ما فایت داشته باشیم و به هموطنان خود نشان بدیم که راستی در افغانستان هم یک چارلز داریم. انشالله. چرا نه؟ از خارجی کم نیستیم. نه کم نیستیم. خب ما و شما را می غیرتای به جای یگان گپای نیا خراب کرد. اگر نه افغانیا ماشاءالله کلش تیار است
خارجی ها خود دیگه این مردم و شما پشتی اگر که گشت که نمیقه میشه کنم و ورزشکار خود ما را رویش کم میکنه نمیتونه که بسط جهانی فاید داشته باشه. انشالله که به سطحش میرسی. نه انشالله ما هم زحمت های خدا میکشیم دیگه هر چی که باد آباد. تا حالت در داخل مسابقه باشیم یا در داخل فرد باشی که تکی در فرد مشغول باشی یا گفته باشی زیاد زدم یا خودت مانده شده باشی یا گفته باشی دیگه بس است نمیکنم. نه تا فعلا نه گپو پیش نامده. خب بعریف خود در داخل قفس که میشید پیش از پیش یک گپ میزنی که یعنی مثلا مدندان تا میدا میکنم روی بعدگری میکنم تا فعلا نه تو اتفاقات نفتیده. خب در یک جایی که بر من بسیار تجربه آور بود که عریف ما گرفتم اکثر در سبمیشن در حالت تپاوت کردن این در ظروف رفته بود. این که در ظروف رفته بود ما رو فشار دادم میرفتم هنوزم داور استاد نمیکرد میگه فیخو چشماش استاده است و چشماش استاده است در کلس می آمد که تپاوت نکرده این حالتش فکر که در کوما رسیده. این خاطرش در ولایت بامیان بود سر کمربند جوره شده بودیم مسابقات مرکزی بود. دیگه پارا خدا را دیگه تینت یگان ترمش اثر گذشت است ترمش اثر ما. در کدام لحظه مسابقه به شما بسیار جالب است؟ همی که فیس آفیس میشید روی در روی گفتگو میکنید این همیش بسیار جالب است که هر کی هر چیز میگه که میکنم نه رو آدم است که در داخل خود قفس در آمد آرام باشه در داخل قفس در آمد اونجا نشان بده که من چی هستم میتونستم در بیرون بعض بچه‌ها رو میبینم من چالش بازی در داخل افغانستانش خوب نه و خاطر ازی کلاگی ما شما افغان هستیم برای دست با هم بتیم کشورهای خارجی را ما شما چالش بتیم کوابتون در که ما فایت کنه ما شما در جان یکی دیگه خود میزنیم که بیادر ما طرف چلنج میتیم اون مرا چلنج میته اینی که باز که افغانستان ما شما جور نمیشه اگر ما شما دست با دست هم بتیم اگر کشور خارجی را دواز ما خود چلنج بتیم اون خارجی هم میکنه که ما کنکت کنه بیادر که ما فایت های خود جور کنه هیچ نمیشه بعض فایترهای ما شما است من خورد هستم چی از بالاست فکر مدار جایی که میبینم این فایترهای ما شما که یک مسابقه میکنه بازی یکی دیگه خود چلنج میتم چشمی میکنه این خوب نیست فقط دست با دست هم بتن وطن خدا بساز. ای در سوشال میدیا گپای زیاد میبینم که میگه بین خود یکی چلنج میته دیگه میره از دیگه هموطن خود چلنج میته. بله میگه پس اگه هر جایی که بری گپ جای نیست که یک مسابقه را برد او چلنج میته ای چلنج میته اینمی است که ما شما عقب مونده بریم از این فایترهای عزیز ما خواهشمند جدی تقاضا میکنم که می چلنج بازی را بحث کنن به خاطر که فایده نداره تو افغان و هموطن بیادر هستیم ما شما اگر زور تمام میکنیم باید کتک خارجی بزن 100% بخواد اگر میخوایی ما پیشتر هم یادآور شدم اگر میخوایی که تو کت خارجی فایت کنی در سازمانهایشان نامایتان روان کنید عکسایتان و خودشان براتون فایت کارت روان میکنن فایت کنه که ما ببینیم چقدر استعداد داره بچهای افغان ایتون نمیشه که یکی دیگه خود کله خود زده برون او یک فایتر خارجی بود از روسیه آمد 3-4 تا افغان زد رفت دینیس کناکوف است او را میشناسیم یک چند قهرمانای ما را زد خب البته دیگه پا میاد در بین قهرمانا البته که یک دونه را زده بود تو زحمت میکشیدی چلنج بازی نمیدادی که جوریت کرده بود سازمان اونم خودش میخواست که فایت کنه اگر فایت میکرد فایت کنه که نمیکرد میگفت من هم میکنم و بازم چی خود گفت ما دیگه کتی افغانان هم میکنم هم کلانش زدم گفت دیگه یاش چی باشه من یک کوسخم نمیکرد حالا دیگه حق داشت دیگه فایترهای داریم لنگال در افغانستان کل از لحاظ اقتصادی میناله به جان وقت تمرین تا نمیگیرم موفق کامیاب باشی قربانت زنده و سلامت خیلی وقت خوش
خسته نباشی. سلام زنده و سلامت باشی. نرمش کردی؟ خوب مونده شدیم. والا کمتم. خوب است. اسم شما چیست؟ از کدام ولایت هستی؟ صحبت قهار هستم از ولایت کابل. کابل. چیکار وقت رشته مبارزات آزاد پیش میبریم؟ تقریبا 5 سال میشه در رشته MMA تمرین میکنم. 5 سال میشه. 5 سال مسابقه هم داری؟ بله یا. چند مسابقه داری؟ 4 فایت دارم. 24 فایت داری. شکست پیروزی؟ یک باخت 23. ماشاءالله. و رفیق دیگه تام خوب بود 21 برد داشت. بله یا ترینر کلاب مستق ماشاءالله تیار است. ترینرتان است و رشته تخصصی خودش باشید. رشته اصلی خودم فری فایت است. فری فایت است. اما فری فایت کدوم رشته گام پیش میبریم؟ کشتی تمرین میکنم. کشتی تمرین میکنی؟ بله یا. کشتی چه وقت تمرین میکنی؟ تقریبا 2 سال میشه کشتی هم تمرین میکنم. 2 سال میشه و با مسابقه چه آمادگی میگیریم؟ والا آمادگی خیلی زیاد میگیریم که خیلی آمادگی های بیشتر میگیریم. استادتان چه کسیتان زحمت میکشه؟ والا شاه فضلی زاده خیلی زحمت میکشه سرم والا زحمت های زنبوز تا به اینجا رسیدیم. آرزوی چیست؟ و آرزوی مزی است که بهتر شد. بهتر شدگام؟ بله یا. مثلا تا چه اندازه یو اف سی برسی؟ والا اصل آرزوی میوستیست. اصل آرزوی یو اف سی. تحصیل هم میکنید؟ تعلیم؟ بله یا. اصلا متعلم صرف 12 مکتب هستم. بسیار خوب ماشاءالله. خوب گپ هستن. مرسی خود نکردیم؟ نه خیر نه. چرا؟ ورزشکار انسان هستیم. فری فایت ها زیادترشان مجاهد هستن. بله یا خود رشته فری فایت نمی رقم است. خود مقبول نمی باشه چطور؟ نه او گپا نیست خود باید نمی رقم تیر کنی تا که عشق واقعی تو آرسه. همی عشق هست؟ بله نمی دیگه فکر کو تمرین و مقصد چیز است. خوب گپ هست. رفیقای چطور از تمرین؟ ماشاءالله همگیش تیار است نام خدا خوب تمرین میکنم. پیش از کدوم جای دیگه تمرین کردی؟ نه خیر نه. همینجا بود؟ بله همیشه شاه فضلی زاده ولی نیست تازم است. سفر خارجی نداری؟ نه خیر تا فعلا دیگه منتظر هستیم. ولایت هم نرفتی؟ ولایتی نه ولایتی فایل نکردیم کلش باین کلش اینجا. بله. خب در کجا مسابقات زیاد برگزار میشن؟ در جنوب شرق شمال تقریبا در دارالمان در ام کی اف سی حالا فعلا 3-4 فایت کردم. یک فایت دیگه بخیر کنم مسابقه خارجی ما پروفشنال میگیرم دیگه. خیلی جای فایت کردیم فعلا در کابل. یک گپ دیگه میگم وقتی که در بیرون جنگ میکنی از رشته مبارزه آزاد کار میگیری یا وطنی جنگ میکنی؟ نه دیگه خودم رشته را پیش میبریم در اونجا خود جنگ آزاد نمیکنی. نشه که تو کدام چیز دستت بیار بزنی؟ نه خود نمیشه. خیر نه. خب خیر کدام خاطره داشته باشی از این رشته آزاد؟ خاطره خوب دارم از تا شاه فضلی زاده که خیلی زحمت کشیده سر ما که تا اینجا رسیدیم. از شکرگزار هستم. بهترین استادم از وسط افغانستان و استاد ماندک خیلی دیگه از سپاسگزارم شاه فضلی زاده. ماشاءالله خوب است. با امید پیروزی و موفقیت بیشتر. سلامت جان. تشکر.